والا دیدن دیگه چقدر علاقه دارم بمونم، گفتم بابا تنها راهش این است که شوهر کنی. یا گفتم باشه شوهر کنم، اشکال نداره. کجا؟ بندر انزلی؟ کجا؟ آره چطور ایران؟ از عشق شروع کنم. عشق شوهر نه، عشق ایران اول. من فارسی یاد گرفتم، خیلی علاقه شدیدی پیدا کردم نسبت به فارسی و نسبت به ایران. از ته دلم خواستم بیام از نزدیک ببینم، مخصوصا اینکه هرچی خودم در مورد ایران میخوندم و میدونستم نسبت به چیزهایی که تو اخبار میشنیدم و یا حرف عوام مثلا در موردش بود خیلی فرق میکرد. چون به عنوان توریست میومدم زیاد نمیتونستم بمونم، خیلی برای من سنگین بوده که مثلا دیر به دیر بتونم بیام. دوست داشتم کلا بیشتر بمونم و دیگه دوستان باعث خیر شدن. با شوهرم آشنا شدم و ازدواج کردم و موندم. عشق اولین که ایران بوده، ولی بهترین ایرانی رو به من معرفی کردن. عاشقش شدم دیگه بعد از ایران.